اون یاران برای اصحاب پیامبر قابل فهمتر بود از ما که دور هستیم از اون زمان، چون ها مستقیما رو در رو با صحنه مواجه بودن، با صحنه قضیه، میدانستن به چه مناسبتی و به چه سببی پیامبر دارد این حرف را میزند، مثلا این مطلب را دارد بیان میکند، به چه مناسبت، چه باعث شده است و چه ظروفی به اصطلاح شرایطی و جوی باعث شده است که اون حضرت مثلا این مطالب را بیان بکند. این است که آنها با حقیقت این مطالب کاملا مأنوس و مألوف بودند و میدانستند قضیه از چه قرار است. و فهم و درک آنها و عمل و تطبیق آنها به همین دلیل هم برای ما معیار و ملاک قرار گرفته است که خداوند فرموده است و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولی و نصله جهنم و ساءت مصیرا. هر کس با پیامبر سر مخالفت بگذارد، از سر مخالفت وارد شود و مخالفت کند با آن حضرت بعد از اینکه هدایت برایش آشکار شد و راهی غیر از راه مؤمنان را طی کند یا پیش بگیرد، یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولی، او را ما به حال خودش میگذاریم و او را به جهنمی که بد جایگاهی است وارد خواهیم کرد. حالا اینجا سوال اینجاست که مؤمنین در این آیه چه کسانی هستند؟ در هنگام نزول این آیه از سوره مبارکه نساء چه کسانی مؤمن بودند و مؤمنین بر آنها اطلاق میشد؟ غیر از صحابه بودند. امکان داشت کسانی دیگری غیر از صحابه باشند که در این آیه مورد خطاب باشند یا مورد نظر باشند. امکان ندارد اصلا. تنها مؤمنانی که در هنگام نزول این آیه مؤمن بودند و وجود داشتند یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند که خداوند با کلمه المؤمنین از آنها یاد کرده است به صیغه عام که شامل همه مؤمنان زمان پیامبر می شود، شامل همه اصحاب پیامبر می شود. پس هر کس راه و روشی غیر از راه و روش یاران پیامبر را دنبال بکند به شدت در معرض خطر است. مطابق این آیه ما اگر صحابه رو از زندگی ما برداریم دیگه چی میمونه؟ صحابه به 5 نفر 6 نفر خلاصه نمیشه. حسن و حسین کوچک بودن، علی خودش کوچک بود، فاطمه همزن بود. بسم الله الله اکبر. پس دینو به ایران کی آورد؟ امروز شما مسلمان اینجا دینو کی آورد؟ آیا عمر فاروق نبود؟ آیا رهنمودها، رشادتها، حماسه آفرینیها، دلاور مردیهای صحابه نبود؟ ما هرچه داریم از صحابه داریم و جوان سنی باید معتقد به صحابه باشد، محب صحابه باشد و باید برای دفاع از صحابه، برای شناساندن صحابه، برای معرفی کردن فرهنگ صحابه، زندگی صحابه، اخلاق عمر، عدالت عمر، هویت عمر، صدق ابوبکر، حیای عثمان، اگر دانشجو، اگر کسبه، اگر معلم، اگر مولوی، اگر بازاری، اگر جوان اهل سنت بنشینه به خدا قسم باید روز قیامت جواب بده. اینه که اصحاب و یاران پیامبر علیه السلام، اونهایی که زندگی پیغمبر اکرم علیه السلام رو دیده بودن، یاد و ذکر اون بزرگوار نسبت به پروردگار که چگونه در هر حالت و شرایط خدا رو فراموش نمی کرد، نه در حالت خوشی و نه در حالت ناخوشی، در همه شرایط اون چیزی که مد نظر پیامبر بود علیه السلام که قلب او و وجود شریفش و زبانش و تمام اندام و اعضایش متوجه معبودش بود، که توبه کردن، که صبر و تحمل در برابر ابتلاها و آزمایشها، چه تقرب جستن با مدح و ثنای پروردگار، دست و بالا بردن، راز و نیاز کردن، چه در میدان جهاد و چه در مسجد و چه در لحظات و شرایط دیگر. این بود که خود شاگردان پیغمبر هم علیه السلام در زمینه ورد و ذکر و یاد پروردگار از او درس گرفته بودن و در تمام شرایط زندگی خدا رو از یاد نمی بردن. در یکی از تعریف و توصیف هایی که از اصحاب و یاران پیامبر شده علیه السلام دقت بفرماییم.
علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه هم قطاران خیش و برادران و همسنگران خیش رو تعریف و توصیف می‌فرمایند. بخشی از خطبه علی بن ابی طالب هست در نهج البلاغه. متن این خطبه به عربی خونده میشه و ترجمه خواهد شد. می‌فرمایند لقد رأیت اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم فما ارى احدا یشبههم منکم. این توصیه و این سخن و صحبت به کسانی است که در کوفه جزو اطرافیان و یاران علی بن ابی طالب بودند. می‌فرمایند من اصحاب و یاران محمد علیه السلام رو دیدم، هیچ احدی از شما ای کسانی که با منید همانند اونها نیستید، شباهت به اصحاب محمد ندارید علیه السلام. لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا. وقتی صبح میشد در نتیجه اون همه قیام های طولانی که در شب داشتن، اگر اونها رو در وقت صبح میدیدید موهای اونها ژولیده و در هم بود، هم بر چهره های اونها گرد و غبار نشسته بود و هم رنگ اونها از شدت گریه و آه و ناله و زاری در شب پریده بود. بعد می‌فرمایند وقد باتوا سجدا و قیاما. اونها در طول شب سرگرم بودن به سجود و قیام. یراوحون بین جباههم و خدودهم. گهی پیشانی و گهی گونه رو بر خاک می‌ساییدن. و یقفون علی مثل الجمر من ذکر معادهم. چنان یاد قیامت می‌کردند که از یاد قیامت بی قرار و بی تاب می گشتن، که انگار بر اخگر و پاره آتش ایستاده اند که قرار و آرام ندارن. کأن بین اعینهم رکب المعزا من طول سجودهم. گویا میان دو چشمانشون بر اثر سجده های طولانی مانند زانوهای بزها پینه بسته بود. آثار سجده رو مشاهده می کردید. و اذا ذکر الله حملت اعینهم حتی تبل جیوبهم. و هرگاه یاد خدا می شد در حضور اصحاب و یاران پیامبر علیه السلام، حملت اعینهم حتی تبل جیوبهم. چنان می گریستن و اشک می ریختن که گریبانشون رو خیس می کردن. و مادو کما یمید الشجر یوم الریح العاصف خوفا من العقاب و رجاء للثواب. و چنان بر خود می لرزیدن مانند درختی که در روزی توفنده که چنان باد تندی می وزد و درختان رو تکان می دهد و می لرزاند، به خود می لرزیدن از شدت ترس از کیفر و عقوبت پروردگار و از شدت امید و دلبستن به رحمت و ثواب پروردگار. این گونه بودن اصحاب و یاران پیامبر علیه السلام. خدای عز و جل فرموده که من آتانی ولیا فقط آذنته للحرب. منتظر عذابهای گوناگون باشن که بیار در پهلو خوابیده رسول الله، در جلوی روضه رسول الله قرار میگیرید. حضرت صدیق اکبر در آغوش رسول الله، فاروق اعظم زیر پای رسول الله در روضه مقدس است. و تهمت به این صحابی عظیم الشان، تهمت قتل دخت رسول الله را میزنید. قدام از وحدت اسلام این عمر از این تهمت ها سانحه دور نمی شود. به خدا قسم برای شما بد است، برای شما بد است. عمر است، او در پهلوی محمد رسول الله خواب است. به خدا قسم حضرت عمر داغدار نمی شود. حضرت عمر در آغوش محمد صلی الله علیه و سلم. هر سالی میلیون ها انسان وقتی در مواجهه رسول الله قرار میگیرند، به خدا قسم شانه آنها میلرزد. دست و پا بزرگترین محدثین، بزرگترین شمشیر زنان وقتی اونجا قرار بگیرن، به خدا حواسشون باخته میشه، نمیدانند چطور صلات و سلام تقدیم کنند. هزاران صلات و سلام بر روان اصحاب رسول الله، اهل بیت رسول الله باشد. خدایا
ما را با محبت